آیا تا به حال شده برای مسائل شخصی زندگیتون سراغ فال تاروت برین؟ چقدر به فال تاروت اعتقاد دارین؟ یا شما هم از اون دست افرادی هستین که به فال و فالگیری اعتقادی ندارن و اون رو روشی برای کسب درآمد افراد شیاد میدونین؟ دوستان عزیز سلام، به کانال زودیاک خوش اومدین. در این ویدیو قصد داریم در مورد تاریخچه فال تاروت صحبت کنیم. اگر میخواید از راز و رمزهای کارت‌های تاروت سر در بیارین تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. تاروت شامل مجموعه های از کارت‌های بازیه که از نیمه قرن 15 میلادی در قسمت‌های مختلفی از اروپا مانند فرانسه و ایتالیا برای بازی‌های گروهی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. نسخه‌های زیادی از این بازی در جهان وجود داره، مانند تاروت ایتالیایی، تاروت بیزانسی، تاروت بولونیایی، تاروت سیسیلی، تاروت فرانسوی و تاروت اسرارآمیز که نسخه بازنویسی شده از تاروت ایتالیایی. منشأ همه این کارت ها مبهمه، اما بعضی از افراد اون رو به قدمت مصر باستان منتسب میدونن. برخی دیگه نیز اون رو مرتبط با قرون 15 یا حتی 16 میلادی معرفی میکنن. اما با توجه به قدمت قدیمی ترین کارت های تاروت به جا مونده میتونیم به جرئت بگیم که این کارت ها از قرن 14 میلادی در اروپا رواج داشتن. این کارت ها در قرون وسطا بیشتر برای پیشگویی خصوصا توسط کولی ها استفاده می شدن، تا جایی که تحت عنوان تاروت بوهمی یا مصری هم موسوم بودن. با توجه به اصلیت آسیایی کولیان، برخی افراد منشأ این کارت ها رو از هند و آیین هندو هم می دونن. فارغ از منشأ اولیه کارت های تاروت، ذکر این نکته ها از اهمیت که از چه تاریخی و توسط چه کسی اولین بار از کارت های تاروت برای پیشگویی اتفاقات آینده استفاده شد. در اواسط قرن 19 میلادی یک راهب، ادیب، هنرمند و فیلسوف به اسم آلفونس لوئیس کنستانت در روم زندگی میکرد. آلفونس بعدها نام خود را به عبری ترجمه کرد و تخلص امروزی آلیفاسلویی را برای خودش برگزید. وی به شدت مجذوب کارت های تاروت بود و اونها رو شکل تصویری از درخت حیات کاوالا میدونست. لویی زمانی که در انگلستان بود با کمک یک محقق علوم باطنی و فراماسونری به اسم کنت مکنزی یک طراحی نو برای کارت های تاروت بر پایه درخت کابالا ایجاد کرد و تا آنجا پیش رفت که تمامی کارهای خودش رو بر پایه این کارت ها انجام میداد. وی بعدها کتابی با عنوان آیین و عقیده جادو نوشت که دارای 2 بخش و هر بخش دارای 22 فصل بود که هر فصل برای یکی از 22 کارت کبیر و مرتبط با تصویری که در کارت نشون داده شده. اون چه در مورد لویی گفته میشه اینه که لویی جادوی خودش رو در کارت های تاروت نهان کرد و در صورت رمزگشایی صحیح اون میتونید از جادوی اون جهت پیشگویی اتفاقات آینده استفاده کنید. لویی در 31 می 1875 چشم از جهان فرو است. 3 ماه بعد در نیمه شب 12 اکتبر 1875 در شهر واریکشیر انگلستان نوزادی متولد شد که تونست سالیان بعد روح تازه‌ای به کاربرد کارت‌های تاروت بدمه. ادوارد الکساندر کرولی، معروف به آلیستر کرولی، در خانواده مرفه و مذهبی چشم جهان گشود. پدر آلیستر فرد مذهبی بود. از این رو فرزند خودش رو در 8 سالگی به مدرسه مسیحی فرستاد. آلیستر در 19 سالگی از مدرسه مسیحی اخراج شد و جهت ادامه تحصیل به دانشگاه کمبریج رفت و در رشته فلسفه مشغول به تحصیل شد. اون در سال 1898 به عضویت فرقه‌ای به نام طلوع طلایی در اومد و نام جادویی پدرابو رو برای خودش برگزید. به واسطه عضویت این فرقه اسرار تناسبات تاروت
به وی آموزش داده شد. بعدها آلیستر به تبعیت از دست‌نوشته‌های فرقه طلوع طلایی شرح کاملی از کارت‌های تاروت رو منتشر کرد. اما اون چه بیشتر از همه آلیستر رو رنج می‌داد عدم وجودی متنی موثق برای تاروت بود. اشکال عمده دست‌نوشته‌های تاروت تا اون زمان وجود داشت که یا اکثرا دست‌نوشته‌های قرون وسطایی و مخدوش بودند و یا توسط متعصبین سیستم‌های سیاسی به نفع خودشون تحریف شده بود. ایده آلیستر کراولی جهت جبران این نقیصه نوشتن کتابی مطابق با ویرایش‌های قرون وسطایی و با تکیه بر دست‌نوشته‌های فرقه طلوع طلایی. دوستان آلیستر که از اشتیاق اون برای تدوین نسخه مخصوص به خودش آگاهی داشتند، مارگریت فریدا هریس بانوی هنرمند رو به اون معرفی کرد. هریس تونست ایده های ذهنی آلیستر کراولی را در قالب کارت های تاروت و با وفاداری به عناصر قرون وسطایی احیا کنه. پیشبینی مدت زمان این همکاری برای مدت 3 ماه بود، اما با توجه به دشواری ها این پروژه به مدت 5 سال به طول انجامید و سرانجام آلیستر کراولی به تبعیت از سنت الیفاسلویی اکثر نوشته های جادویی خود را در قالب کارت های تاروت در معرض نمایش گذاشت و بعدها کتاب تهوت را به عنوان ضمیمه کارت های تاروت خودش به رشته تحریر در آورد. تاروت به عنوان یک نماد جامع از گیتی همواره مرجع محبوب برای پیشگویی و چارچوبی برای علوم غریبه بوده، اما مهمترین نکته در استفاده از اون یادگیری اصول اون بر اساس کابالا و تفسیر اون بر اساس دست‌نوشته های قرون وسطاییه. به طور کلی قانون اصلی تاروت بر مبنای اعداد 4گانه و با تکیه بر کلمه یهوه انجام میشه. مجموعه کارت های تاروت 78 کارت که 22 کارت تاروت کبیر و 56 کارت تاروت صغیر رو شامل میشه که بر اساس کارت هایی که با توجه به نیت اون فرد چیده میشه پیشگویی ها صورت میگیره. مهمترین اصل برای پیشگویی و تفسیر کارت های تاروت احاطه بر کابالا یهوده. پس اساساً افراد بدون گذروندن دوره های کابالا هیچ گونه پیشگویی دقیقی نمیتونن داشته باشن و تنها تاروت رو وسیله‌ای برای سودجویی خودشون قرار میدن. نباید فراموش کنیم که علیرغم واقعیت و درستی پیشگویی با کارت های تاروت، شرط اساسی این پیشگویی ها احاطه و تسلط کامل بر دوره کابالا یهوده. دوستان عزیز، ممنون از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که در همه امورات زندگی خودتون موفق باشید. لطفاً جهت حمایت از ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.